این پخش می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و باعزت افغانستان، هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز، به فضل و رحمت خداوند و به اساس کار و برنامه‌ریزی نهادهای مسئول دولتی، کشور ما دچار هیچ نوع کمبود مواد اولیه نیست. لطفاً به شایعات باور نکنید. این شایعات از جانب محتکرین و شمار از جلابان به خاطر منفعت‌جویی غیر مشروع پخش می‌گردد. با این هم به خاطر ایجاد ثبات در مارکت، من امروز امر توزیع 24,000 تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب پذیر صادر کردم. دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود 1,000 واگن روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده، به زودترین فرصت بدون اجراءات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکت ها شود. همچنان برای سهولت ترانزیت هدایت داده شد تا گمرکات عمده سرحدی کشور به گونه 24 ساعته باز باشند. این در حال است که هزاران واگن مواد خوراکه از راه حیرتان، شیرخان بندر و تروقوندی در حال وارد شدن به کشور است. در عین حال در کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور می گردد و 50,000 تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری گردیده است. من امروز به وزارت مالیه و امور خارجه امر کردم که به خاطر مهار کردن سراسیمگی که اساس اقتصادی ندارد، باز هم به تمام تاجران عمده مواد غذایی و اولیه تسهیلات خریداری های اضطراری و عاجل را فراهم کند. در این حال دولت افغانستان در همکاری با جمهوری خلق چین، جمهوری هند و دیگر کشورهایی که در مدیریت حالات اضطراری تجربه بهتر دارند، برای وارد کردن ادویه لازم کار خواهد کرد تا افغانستان دچار کمبود ادویه نشود. من برایتان اطمینان میدم که تمام دستگاه دولت در ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ قیمتها و عرضه مواد کافی دست به کار است. مطمئن باشید، سراسیمه نشوید و فریب جلابان را نخورید. زنده باد افغانستان، مواد افغانستان، دست به کار افغانستان. مطمئن باشید. بینندگان گرامی، پیام رئیس جمهور در رابطه با نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور بود که با همین مواد افغانستان دست به کار افغانستان. مطمئن باشید. پیام رئیس جمهور در رابطه با نگرانی‌های مردم از افزایش قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور بود که با همین مواد دست به کار افغانستان. مطمئن باشید. پیام رئیس